اگر آدم یک کلمه رو باور بکنه، یک کلمه رو باور کنه، همه جا میتونه بر خدا توکل کنه، همه جا میتونه بر خدا تکیه کنه، تو سخت ترین جاها. فقط یک کلمه رو باور کنه، ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، هر چی که بخواد برسه میرسه. خدا زمین خورده نیست، خدا فراموشتون نکرد، خدا همون خداست. اگه آدمی یک کلمه رو باور بکنه که خدا هم سبب ساز هم سبب ساز، اگه اینو باور بکنه، اون جایی که تمام اسباب برای یک کاری فراهم بود باز ذوق زده نمیشه خدا رو فراموش بکنه. تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف خدا اسبابن. اگه خدا نخواد ولو همه اسبابم فراهم باشن کار نمیکنن. لقمه رو تو دهنت میگذاری، سیر کردن مال یکی دیگه است، و الا این لقمه گلوی خیلی ها رو گرفت خفه شد کرد بعد از اینکه سیر شد.